امین آقا فرزانه متولد 19 خرداد 1339 در تهران است. نام اصلیش امین فرزانه تقی می باشد. در قدیم از گندلات و اشرار صاحب نام بود. حالا توبه کرده و در کارهای خیر و حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت فعالیت دارد. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. به گیرنده هاتون دست نزنید و این برنامه از آژیر قرمز رو دنبال کنید. قبل از ادامه از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله بزنید. امین آقا در خانواده با 3 فرزند پسر بزرگ شده است و دارای 2 برادر به نامهای محمد و حسین است. زندگی امین آقا فرزانه فراز و نشیب‌های پیچیده و عجیبی دارد که در خود از مدال طلای 2500 متر تا سالها زندان و تعقیب و گریز را شامل می شود. امین آقا فرزانه سالها به گندلات شهر ری معروف بود تا اینکه به گفته خودش از یک سفر کربلا به گونه‌ای متحول شد که حالا نمیتوان باور کرد که وی گذشته‌ای در زندان داشته باشد و پس از این بود که نامش از امین کله به امین آقا تغییر کرد. از همان دوران کودکی شرور بود. از کلاس اول دبستان 2 سال رد شد و اولین بار به جرم چاقوکشی در مقطع راهنمایی دستگیر و به زندان کانون نوجوانان افتاد. تقریباً 12 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد و به خاطر اینکه در دعواها به صورت و کله حریف با سر ضربه میزد به امین کله معروف شد. در جوانی دونده 2 میدانی بود که حتی به رده ملی و کسب مدال طلا هم رسید. مدتی نیز در آموزشگاه‌های ورزشی فوتبال را به صورت حرفه‌ای بازی می‌کرد. در سال 1371 بعد از آخرین دوره‌های زندان با خواهر یکی از دوستانش در عین مخالفت شدید پدر خانومش ازدواج کرد و حالا 3 دختر و چندین نوه نیز دارد. بدن امین آقا پر از بریدگی‌های ناشی از دعوا و چاقوکشی است که تعداد آن بالای 400 بریدگی است. علاوه بر بریدگی، انواع خالکوبی بدن او قابل توجه است تا جایی که پشت لب‌ها داخل دهانش نیز خالکوبی شده است. پس از سالها با لقب امین کله تصمیم گرفت توبه کند. حالا به خاطر دسته به گیر بودنش به او لقب آقا دادند. او در تهیه جهیزیه برای دختران دم بخت، دستگیری از افراد بی‌بضاعت و گلریزان برای آزادی زندانیان و حمایت از بیماران صعب العلاج شهرت خاص و عام دارد. چهره او الان بیشتر یک سلبریتی است و شبکه‌های اجتماعی منتسب به او هر کدام بالای 200,000 نفر فالوور دارد. شاید باور کردنی نباشد، اما امین آقا فرزانه با زور و گندلاتی توانست از معلمان نمره بگیرد و حالا آخرین مدرک تحصیلیش داشتن دیپلم میباشد. زندگی امین آقا فرزانه و همسرش سوژه برنامه ماه عسل نیز شده است. او در رمضان سال 94 مهمان برنامه ماه عسل احسان علیخانی نیز بوده است. امین آقا حالا حجره‌دار میدان میوه تره‌بار به نام لوتی ها میباشد. چند مغازه، سوپرمارکت نیز از ارث پدری برایش رسیده و حالا بیشتر وقتش را برای باز کردن گره مشکلات مردم میگذارد. امین آقا فرزانه با حضور در برنامه ماه عسل احسان علیخانی و تعریف ماجراهای زندگی خود گفته است چند سال پیش به کربلا رفتم و همانجا تصمیم بزرگی گرفتم. تصمیم گرفتم عوض بشم و با اسم و رسم دیگری بین مردم زندگی کنم. حالا وی با مشارکت در اموری مانند جهیزیه دادن به دختران بی‌بضاعت، یتیمداری، آشتی دادن و رضایت گرفتن برای مقروضین دیه و محکومین قصاص به چهره‌ای که در آن سفر کربلا با خود عهد کرده بود نزدیک شده است و با داشتن 3 نوه ترجیح می‌دهد زندگی آرامتری را تجربه کند. به گفته امین آقا فرزانه وی در تابستان هم لباس آستین بلند و جوراب می‌پوشد تا در برابر سوال نوه‌هایش برای خالکوبی‌های ریز و درشت زندان جوابی ندهد. او در مورد علت توبه کردن خود می‌گوید ببینید توبه را خداوند برای چه در نظر گرفته؟ بالاخره انسان جایزالخطاست. من خام بودم، پخته شدم، سوختم. در بچگی انسان خام است. نمی‌داند چی به چی است. من در جنوب شهر جای زندگی می‌کردم که حادثه خیز بود و ماجراجویی جوانان جنسش با بقیه جاها فرق می‌کرد. من در چنین محله‌ای بزرگ شدم و شد آنچه نباید می‌شد. البته ورزشکار هم بودم. دونده تیم ملی در رشته 1500 متر و 1800 متر نیز بودم. 3 مدال هم دارم و دونده خوبی بودم. نمی‌دانم چه شد، اما خدا گاهی یک مهری به دل آدم میاندازد، دیگر خلاص و مخلص نوکر اهل بیت میشود و همین دستش رو میگیره. خیلی دوست داشتم مثل حاج طیب شوم. امین فرزانه که به خاطر تحولی که برایش اتفاق افتاد
70 به او لقب امین آقا فرزانه داده‌اند، درباره تغییر سبک و شیوه زندگیش میگوید: انسان گاهی یکو به خودش میآید، خواسته یا ناخواسته در شرایطی قرار میگیرد که از دست خودش و رفتارهایش خسته میشود. بعدش تصمیم میگیرد یک سری تغییر و تحولات در زندگیش ایجاد کند. آن روزها من وقتی سرنوشت خودم را مرور میکردم با خود گفتم که مشتی، تو اگر پیرو راه طیب خان هستی، طیب خان پاک شد، بعدش خاک شد، تو میخوایی چه کار کنی؟ من آن موقع بچه بودم، ولی طیب خان با اون شرایطی که داشت، با آن اسم و رسمی که همه شنیدن، محرم که میشد دست راه مینداخت، با پای برهنه به سر و صورتش گل میمالید، سینه میزد و این شعرها میخواند: شیء تو آب میخوری، حسین ما تشنه لب است. بعدش ما دیدیم فردی که پیرو راهش بودیم مشتی بود، جوانمرد بود، همیشه در میدان عمل و دستگیری مردم بود، البته لات هم بود، اما هرچه بوده عاقبت به خیر شد. خیلی ها بودن که اسم و رسم داشتن، لات بودن اما عاقبت پاک شدن. من توبه‌ام را مدیون امام حسین هستم. از او میپرسم که میگویند شما بعد از مشرف شدن به کربلا توبه کردید و گذشته‌تان را کنار گذاشتید، درست است؟ آقا فرزانه اینطور پاسخ میدهد: من توبه‌ام را مدیون امام حسین هستم. ماجرایش مفصل است. حسین آقای فیروزگر از دوستان است. 12 یا 13 سال پیش بود که آمد پیش من و گفت: برو و گذرنامه‌ات رو برایم بیاور. فکر کردم که میخواهد من رو ببرد به یک کشور خارجی، یک کشور اروپایی یا اینجور جایی. اصلا نمیدانستم که قرار است به کجا بریم. در هواپیما هم دوستان مدام من را میپیچاندند. تنها چیزی که روی هوا به ذهنم میرسید این بود که من را به کشوری میبرند تا برویم تفریح و حال و هوایم عوض شود. اما یکو دیدم در فرودگاهی ما زمانی که هواپیمایمان در نجف فرود آمد دلم ریخت. 10 یا 15 نفر بودیم. من رسیدم آنجا تلنگری خورد به روح و روانم که نه تا آن موقع تجربهش کرده بودم و نه تجربه خواهم کرد. با خودم گفتم من کجا، حرم شاه نجف کجا. بعدش هم مشرف شدم کربلا. آدم‌هایی هم که در آنجا دیدم بر دگرگون شدن و توبه هم خیلی تاثیر گذاشتن. یکی را دیدم که اطرافیانش میگفتن در یک کشور اروپایی 10 مغازه طلا فروشی دارد. آنجا نشسته بود روی زمین و گریه می‌کرد و مدام میگفت حسین حسین. خالص و مخلصی و صداقت را در آنجا دیدم و فهمیدم که اصل انسانیت است، نداشتن پول، مقام‌های دولتی، زور و بازو و غیره. آنجا ابوالفضل عرب را هم دیدم. از آن مردهای دلاور با 2 متر قد، 100 خورده‌ای وزن، در ژاپن بادیگارد بوده، 2000 تا زخم خورده. دیدمش که جلوی حرم ارباب نشسته، سرش را پایین انداخته و کفش زائرا را واکس میزنه. اینها رو دیدم و با خودم گفتم که اگر توبه نکنم قطعاً در زندگی دنیا به بنبست خواهم خورد. آخرت که جای خودش رو داره. همونجا تصمیم گرفتم که خیلی از تندروی‌ها رو کنار بگذارم، با مردم بهتر باشم و به هم نوعم احترام بگذارم. از غرورم کم شد. تا 1 ماه باورم نمیشد که توبه کردم. از اون میپرسم که برایش سخت نبود که بعد از توبه سبک زندگیش را 180 درجه تغییر دهد. میگوید من تا 1 ماه بعد از برگشت از این سفر معنوی فکر میکردم که خواب دیدم. اصلا باورم نمیشد که به کربلا و نجف مشرف شدم. هر روز صبح از خانه که بیرون میآمدم و بنرهای کربلایی امین فرزانه را میدیدم، یکو به داخل خانه برمیگشتم، به خانومم میگفتم این بنرها که هنوز هست، من باید با قبل فرق کنم. چه کنم؟ تا 1 ماه واقعا باورم نمیشد که تصمیم گرفتم شیوه زندگیم رو تغییر دهم. اصلا باورم نمیشد که بتوانم موفق شوم. چجوری بگم؟ شاید 10% آن غرور و منم های قبل از سفر کربلا را در برگشت از آنجا در خود حس می‌کردم و تصمیم گرفتم که همان 10% را هم حذف کنم. امین آقا فرزانه هنوز هم ساکن محله 13 آبان شهر ری است، اما حالا به مردی خوشقلب و مهربان معروف شده و یکی از لوطی‌های پرطرفدار و پرهوادار است و در میدان تره‌بار میوه یک حجره به نام لوطی‌ها خوشامدید دارد و مردم منطقه او را در ردیف افرادی همچون طیب، رمضون یخی، شعبان جعفری قرار میدهند.